این ترانه و تبریکات بخشیده می شود از نام حسین جان، بخشیده به میلادی اپای عزیز و مهربانش رخشانه. فرزند پدر میوه باغی پدر است، از حال دل یکدیگری با خبر است. یک نعمت بی‌بهاست از سوی خدا، نیکش بنگر که این حیات در گذر است. رخشانه اپای خوب و مهربان و صاف دلی من، اپایی که نوابسته به مشکلی های گوناگونی زندگی با دلیری و جسارت و متانت خود بهر پیشبردی زندگی و بهبودی حیات بر رفیق زندگیت مردانه و راستی ایستادگی میکنی و صداقت داری. میلادی نکوید در احاطه ما تمام عزیزانت مبارکت باشد. خدا کند که اصل و درد و داغی را نبینی. خداوند هیچگاه سختی و دشواری ای زندگی را نشانت ندهد. شکر آن که امروز در خانه خود در کنار شوهر صادق و فرزندان مهربان داری عمر به سر میبری و به آینده های نیکت قدم میگذاری. من همیشه شکر میکنم که تو رو در کنار زندگی خود دارم. ما با هم روزهای خاطرمانی زیادی رو گذراندیم و با هم داریم شاهد روزهای خوبی زندگی هم میشویم. شکر به همش. خاطره های کودکی وقتی که نه تلفن بود و نه اینترنت، یک صحبت خوشی فرزندی پدر. خاطره های ماهای تیرم های سفر نیلکون، با گم شدن باز دریافت شدن همیان با مبلغ هایش. این خاطره ها قیمت گران خود را دارند. اپای عزیز من، تو بالای دادرات و خواهرت حق زیاد داری. حق هم یک دوست و هم یک فرزند پدر و هم یک رفیق صمیمی و وفادار. اپا جانی من، برای در این روزی میلاد خجسته قبل از همه عمر دراز بخزان، طلوع بلند و خوشبختی جاودانه را طلب و تمنا دارم. بگذار همیشه زیبا و کشاده چهره، با لبی پر از خنده و روحی بولیده و در کنار احاطه ما و عائلت جاودانه باشی. از درگاه پروردگار طلب بنمایم که همیشه تو را سعادتمند و نیرومند و طالع بلند و فرحمند در پناهش نگه دارد. بگذار سعادت دنیا و آخرت، ایمان کامل، احسان و توفیق، فیض و برکت، نور قرآن، سلامتی بردوام و دولت و مال به آخر نصیب تو و عائله و فرزندانت باشد. خدا کرده باشد که تو ابد دست کم و سر خم را نبینی. ما همگی به اندازه دوستت می داریم و همیشه در هر لحظه زندگی آماده ایم که کنارت باشیم. این را اصلا فراموش نکن. پس بازم این میلاد نکوی عمرت مبارکت باشد. ای اپای خوب و به همتا و قشنگ و زیبای من. خدا زیبا و پرنورت بدارد، همیشه شاد و مسرورت بدارد. با این خوشبیا که داری در وجودت، همیشه از چشم بد دورت بدارد. بازم جشنی زاد روزتان مبارک.